طوری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید می‌نمایند جوانان باید برای بلند برداشتن معرفت و سویه دانش خود از تمام زینه‌های تحصیلات استفاده برده توانند. به خصوص دسترسی جوانان را به تکنولوژی نوی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، فن‌های دقیق و آموزش زبان‌ها باید تامین نمود، چون که محض این ساحه‌ها امروز در انکشاف جامعه مهم ارزیابی می‌شوند. هنوز 16 سال پیش در آن همین روز ملاقات با جوانان پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان چنین قید نموده بودند: جوانان باید با آموزش و تکمیل دانش خود دقت همه‌جانبه دهند، چون که تاجیکستان با متخصصان صاحب تحصیلات و تشبثکار نیاز دارد که موافق طلبات بازار اقتصادی و وسعت رشد اقتصادی و اجتماعی کشورمان را تأمین می‌نمایند. دوام سالهای صاحب استقلالی تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده، جلب بیشتر آنها به کارهای جمعیتی و اداره‌کنی، سهم این قشر فعال جمعیتی را در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. همین است که امروز چه در سطح وزارت و اداره‌های دولتی و چه در کارهای مهم جمعیتی جوانان نقش پیشبر را دارند و در پیشرفت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت سهم ارزنده می‌گذارند. امروزها چه در سطح وزارت و اداره‌های دولتی و چه در کارهای مهم جمعیتی جوانان نقش پیشبر را دارند و در پیشرفت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت سهم ارزنده می‌گذارند. باید قید نمود که روز از روز باوری اعتماد حکومت جمهوری تاجیکستان به ما جوانان قوی‌تر گردیده، بهره تعلیم و کار و فعالیت ما شرایط ارزنده مهیا کرده می‌شود. نمونه چنین دستگیری‌های بی‌سابقه جوانان در سمت افضلیتناک سیاست دولتی معارف روشن به نظر می‌رسد. حکومت جمهوری تاجیکستان در سیاست داخلی خود توجه به جوانان را همچون نیروی بزرگ آینده‌ساز در محور فعالیت خود قرار داده است. امروز جوانان خوشبخت زمان صاحب استقلالی مملکت در همه ساحه‌های حیات خلق همه‌جانبه دستگیری می‌یابند که این همه از توجه خاصه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می‌گیرد. برابر آن که برای تحصیل با صفت نورسان و جوانان در زینه‌های ابتدایی و میانه و عالی تعلیمات همه جانبه توجه می‌گردد، اینچنین برای با جای کار دائمی تامین گردیدن جوانان صاحب تخصص هم چاره‌جویی کرده می‌شود. همین است که جوانان زیادی پس از ختم دانشگاه و دانشکده‌ها با تخصص آموزگاری به کسب دوست داشته خود مشغول شده برای تربیت درست نسل نورس کوشش می‌نمایند که فعالیت ثمرناک دانشکده تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف نمونه برجسته آن است. جوانان قوه بزرگ و نیروی سازنده و بنیادکاری جامعه می باشند. من همچون آموزگار جوان کوشش می نمایم که همه وقت دانش خود را صیقل داده برای بلند برداشتن ملکه و مهارت جوانان و این چنین بلند برداشتن ملکه و مهارت آموزگارانی که در دانشکده جمهوری تکمیل اختصاص برای بلند برداشتن مهارت و ملکه خویش می آیند میخوام سهم خود را گذارم. واقعا هم دانشکده مذکور در تکمیل تخصص به آموزگاران جوان خیلی کمک میکند. امیدواریم آموزگاران جوان خوش اقبال زمان صاحب استقلالی کشور عزیزمان با دانش و ذکاوت و همیشه تکمیل دادن آن در تربیت نسل نورس نقش مؤثر خواهند گذاشت.